سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان و همراهان مجموعه شاندیزری. خدمتتون عرضم که امروز با منوی کباب هامون مزاحمتون شدم و میخوام اینا رو براتون توضیح بدم که وزنهاشون و قیمتاشون به چه صورتی. خب شف جواد این وزناش هم بهمون میگی؟ بله، چلو کباب نگیندارمون 280 گرم، چلو کباب مخصوصمون 250 گرم، چلو کباب اقتصادیمون 140 گرم، جوجه کباب مخصوصمون 250 گرم و جوجه کباب اقتصادی 150. خیلی هم عالی. بعد 150 گرم اقتصادی از نظر شما؟ ما بهش میگیم اقتصادی. خیلی رستوران ها همین رو به عنوان غذای اصلی میدن. بله. برنجتون چیه؟ ایرانی 100%. ایرانی 100%. دستتون درد نکنم. خیلی هم عالی. زعفرونی، برنج زعفرونی هدا. پرچینمون هم برای مخصوصمون خیارشور و کلم ترشی این هم هستش. برای اقتصادی همون که فقط کره و ترشی بزنیم با مادر. خیلی هم عالی. به به اینم رفتیم سراغ کره بازی. کره بازی به خدمتتون عرضم که این جوجه اقتصادیمون هست که تقدیم حضورتون میشه فقط 85,000 تومان با این کیفیت و با این متریال که دارید مشاهده این خدمتتون عرض کنم که کوبیده اقتصادیمونه که تقدیم حضورتون میشه 85,000 تومان. این جوجه مخصوصمونه که 250 گرمیمون هست که تقدیم حضورتون میشه 135,000 تومان. این کوبیده خدمتتون عرض کنم لقمه اقتصادیمونه که تقدیم حضورتون میشه 135. این هم خدمتتون عرض کنم که کباب نگیندارمونه که تقدیم حضورتون میشه 150,000 تومان به همراه دورچین ها و خدمتتون عرض کنم که برنج ایرانی. به امید دیدار همه دوستان در مجموعه شاندیز ری.